سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امروز خواستم سمبوسه تیار نمایم. روغن دنبه، گوشت، کارتشکه، نمک، پرپرا، زیره، پیازم ریزه کردم. اکنون همش رو یک جای میکنم. انا اکنون خمیرش رو تیار میکنم. برای مادر گرز یکنم пачка сливочное масло, یک قاشق نمک، 100 گرم آب. خمیرش به حد مزه می شود، حتما تیار نمایید. اکنون آب می اندازم. اکنون خمیر میکنم. انا خمیری ما آماده شد. بویش سلافان میکنم. یک ساعت یک ساعت میایستد. این طور خمیر رو مایده ریزه کردم. زیر دوره چه میکنم نکنم خمیر رو. Sepaltarı. Bolu bolu. همین طور باز میکنم. با یک خمیر چند نمود او رو دادنی سمبوسه رو نشان میدیم دوستان. از مابینش 4 تقسیم کردم. اکنون چینکش میاندازم فرشش رو. این خمیر رو بالای این می اندازم. گردش رو میخواه پلاسه میبرم. بخشش دوستانم زرید تلفنم مرد، همش رو نشان داده نتونستم. اینه میخواه چند نمود سمبوسه بستم. تا بلایش تخم مولیدسیم. رسیدونه اینه سمبوسه های نهان پول. بکنم تکشم پشت سرخ شد. بیاد بو مزه خشری آماده استم. برای ما اشتهای صاف. حتما در خانه تیار نمایید. در کامنتاری حتما فکرهایتان را نویسید دوستان.
چند نمود سمبوسه. در اینجا همه چیزهای مکتب رو چیت کردیم دوستانم. انا کنم سمکه همه جا به جا میکنم این چیزها رو. چند روز پیش مغازین رفته بودیم، همه چی رو آوردیم، لیک جا به جا نکرده بودیم. این سمکی وایسالاش امسال سمکه نخریدیم، وایسال 2,000 بخریده بودیم. همینه بهت خوش رو استفاده برد، نه پناه برای همون امسال نگرفتیم. بهت کچستوش خوب بود و نقص استفاده برد. من همه چیز رو همین انداختم. آلبوم، цветной бумага، цветной картон. این باشد پیشگیرک برای رسوانیش. این بروچکه هاش رو انداختم. این نیکش обложка کردم رویش. به حاضر نکنم اینک شده دفتراش بمیکنم обложка. این فوتبالکچه برای یاسین صدیقش خریده بودم. از 1 سپتامبر خدا خواهد صدیق میرد یاسین جانم هم. این درونی صدیق میپوشد. حاضر انجام این رو نیست، سمکش به جا میکنم. انا کنون سمکش به می اندازم. این کیتی رو بینین دوستان، اینش پتاس دارد، نشوش تازه کردم با همین اپراتیو پتاس چنک. بهد اپراتی نغز از تاجیکستان آورده بودم. تازه میکنی مثل نو میشود. انا بینین کمتری دیگر ماند. دو سه تا از همین که دارد برای همون نخریدم دوستان. درونی صدیق میپوشد. اینه انا همینجاش باید چرکش توب میشد. میخوای یک کنوب که دارد به هیچ چیزی نغز هست دوستان. در همین رسیه هم های چند مگزین رو دیده بودم. 1,000 بود، 1,700 بود بفکرم. منش خیلی که میبینین توب تازه شد، خوش رو مثل نو شد. کم دارم اینجاش مانده، نکنم اینجاش رو هم تازه میکنم. تازه کرد. کم در اینجا دیگرش ماند. چرکش مقدار چرک بر اومد. این رو هم در پاکت انداختم. از همش رو در سمکش می اندازم.
این اوف رو دیروز از مگزینی کاری خریدم. 1900 روبل. بیهد kaçıştıvaş nağız خشرو. خیلی که میدونی روسیه بارانگری بسیار دارد. برای بارانگری هم میشود بالاش نیمش زموش ایسنش کاژه. برای مکتبم هماجن خریدم. انشاءالله روزی یکم میپیشد بچه جانی من. و این رو باشگرم از مگزینی زارا کیتس خریده بودم. در یادم نیست چند پول بود. به نهایت kaçıştıvaş nağız. نشیم کاستوم وای سال گذشته گرفته بودیم. صنف یکیش به امسال نگرفتیم. این باشد انجاموی نجنی بلیوهاش همش رو اتیوب میکنم و شلکه میکنم. روزی یکم تیار میپوشم. خدا خواسته باشد. در همین جا ویدیو رو با آخر میرسونم دوستانم. خیر تا ویدیوهای آینده با ما باشد. باقی در امان الله باشد. خداوند یار و مددگارتان باشد. دستگیری کردن رو فراموش نکنید دوستانم. این روگزک را سامایل به پدر که داده بودن. انجاموی فیسکولتورش رو می اندازم انشاءالله.